در ویدیوهای قبلی درس 2 در مورد موضوعات مختلف اسم‌ها صحبت شد. در این ویدیو موضوع حالت جمع اسم‌هاست که مورد بررسی قرار می‌دیم. پلورال فورم. شکل جمع اسم‌ها در زبان آلمانی انواع مختلفی داره و به شیوه‌های مختلفی بسته میشن. در اینجا یک سری راهنمایی‌ها و علامت‌هایی رو بیان می‌کنیم که بسیار از اسم‌ها رو می‌توان با استفاده از اون علامت‌ها به راحتی جمع بست. نکته اول، اسم‌های مؤنثی که پسوندهای اونگ، سیون، هایت، کایت، شافت، تیت، آی، ایک، تک، انز، آنز و اور ختم میشند، تنها با اضافه کردن این به اسم جمع تبدیل میشن. یعنی اونگ تبدیل میشه اونگن، سیون سیونن، زیونن، هایتن. به همین صورت تا آخر. استاد بعدی مثال های از این پسوند ها رو ارائه. مثال برای پسوند اونگ: Übung، Prüfung. Übung یعنی تمرین، Prüfung یعنی امتحان. Übungen، Prüfungen تمرینات و امتحانات. Nationen، Grationen. Nation یعنی ملت، Nationen یعنی ملت ها. Creation یعنی خلاقیت، این هم خلاقیت ها. Creationen. Fusionen اتحاد ها. دیسکوزیون گفتگو، بحث. دیسکوزیونن بحث ها. Freiheit آزادی. Freiheiten آزادی ها. Schönheit زیبایی. Schönheiten زیبایی ها. Möglichkeit امکان. Möglichkeiten امکانات. Wissenschaft علم. Wissenschaften علوم. Qualität کیفیت. Qualitäten کیفیت ها. Bücherei کتاب فروشی. Bücherei یعنی کتاب فروش ها. Kritik انتقاد. Kritiken Bibliothek کتابخونه یا قرائتخانه دانشگاه. Bibliotheken کتابخونه ها. Distanz فاصله. Distanzen فاصله ها. Konsequenz پیامد، نتیجه. Konsequenzen نتایج. Kultur فرهنگ. Kulturen فرهنگ ها. خب پس اینجا مؤنث داریم فقط. اسم های مؤنثی که به یه یا سیه ختم میشن با اضافه کردن تنها ان به اسم جمع تبدیل میشن. تا اینجا اسم های مؤنث بودن. از اینجا به بعد اسم های مذکر شروع میشن. اسامی مذکری که با پسوند ایست و انت و آنت هستند با اضافه کردن این به اسم جمع تبدیل میشن. در اسلاید بعدی برای این پسوندها مثال هایی رو میارم. هارمونی با اضافه کردن ان شده هارمونین. تز یعنی نظر یا تز دکترا، رساله دکترا. تیزن رساله دکترا، رساله ها، نظرها. خب برای اسم‌های مذکر پولیسیست با اضافه کردن این شده پولیسیستن. استودنتن. الفانتن. پس تا اینجا مؤنث ها رو گفتیم، مذکر گفتیم. حالا داس. پس پسوندهایی که با یا انت هستن، با اضافه کردن دیگه نیست. با تغییر به ان درست میشه. انت با اضافه کردن پس دقت کنید که حالا مثال هاشم میاد. تبدیل میشه به ان. مثال های از استادیوم یعنی مرحله و هم استادیوم ورزشی تبدیل شده به استادین. استادیوم ها، مراحل. داتوم یعنی تاریخ. داتن میشه تاریخ ها. نکته خیلی ظریفی هم اینجا هست. داتن همیشه تاریخ ها و هم به معنی داده هست. دیتا. داتن داده هست. قابل توجه دانشجویان کامپیوتر یا مهندسان کامپیوتر. توی آلمانی دیتابیس یا پایگاه داده میشه داتن بانک. سیستم پایگاه داده میشه داتن بانک سیستم. خب پس داتن هم میشه تاریخ ها، هم میشه داده ها، دیتا. دو تا معنی داده و تاریخ ها. خب کریتریوم معیارها، اندازه‌گیری. برای پسوندهای اینسترومنت یعنی وسیله.
وسائل. پارلمنت مجلس مجالس. پروسنت درصد درصد. خب در اسلاید بعدی انواع شکلایی که میتونیم اسما رو جمع ببندیم رو در اینجا آوردم. گروه اول یا اسمایی که جمعشون با مفردش تفاوتی نمیکنه، مثل شوله دانش آموز که جمعش هم میشه دی شوله، پس تنها تفاوتش با آرتیکلشه. در شوله یعنی یک دانش آموز، دی شوله یعنی دانش آموزها. همین صورت در فعلا یعنی اشتباه، نقص، دی فعلا نقایص. در اونکل عمو دایی، دی اونکل عموها دایی ها. داس میتل وسیله، دی میتل وسایل. خب دست دوم اسمایی هستن که در سیلاب اولشون حروف با صدا هست، با صدا یعنی آ او او. در فتا پدر، دی فتا پدرها. جالبه. دی برودا برادر، دی بروده برادرها. دی تختا دختر، دی دختر. شکل سوم جمع بستن به این صورتی که با اضافه کردن ای آخرش جمع بسته میشه. دی فرویند دوست، دی فروینده دوستان. داس بایشپیل، دی بایشپیل مثال ها. گروه بعدی هم به این صورت جمع بسته میشن. دی زاتس، دی زتسه. جمله و جمله. دی شتات شهر، دی شتت شهرها. گروه بعدی هم در حالت جمع ایر به انتاش اضافه میشه. کیند، دی کینده. داس بیلد، دی بیلده. گروه بعدی هم همون املات دار هست که املات تبدیل میشه و آخرش میاد. داس ورد، دی ورته. دی گوت، دی گوتا. گروه بعدی با اضافه کردن این به آخرش دی کارت، دی کارت. نقشه و نقشه ها. دی نام، دی نامن. نام و نام ها. گروه بعدی هم اضافه کردن ای ان به جمع تبدیل شدن. دی آنتورت، آنتورتن. جواب یا پاسخ و پاسخ. دی لغرین، دی لغرینن. کنتنیس دانستنی، دی کنتنیس دانستنی ها. آخری توجه کنید که میشه گفت اکثر همه قریب به اتفاق اسامی خارجی که وارد زبان آلمانی شدند با اضافه کردن اس جمع میشن. مثل آوتو، داس آوتو تبدیل شد دی آوتوس. داس هتل، دی هتلز.